اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز سه شنبه. در ولسوالی یوسف خیلی ولایت پکتیکا به 4 قریه به ارزش 1 میلیون افغانی 10 کیلومتر سرک و 80 دیوال استنادی اعمار گردید. شیخ محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر در یک نشست مردمی در ولایت غور گفت برای امارت اسلامی نظام اسلامی کشور و ملت ارزش خاص دارد و بر آن معامله نمی کند. شرکت بریشنام می گوید از 66 تن افراد واجد شرایط در مرکز و ولایات برای استخدام بستهای مسلکی امتحان تحریری اخذ گردید. قاری محمد یونس راشد معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در جریان سفرش به ولایت پکتیا در دیدار با جوانان آن ولایت گفت در نظام اسلامی هر کس حق دارد با مسئولان به گونه مستقیم صحبت کند و مشکلات، انتقادها، پیشنهادها و خواستهایشان را شریک کند. وزارت دفاع ملی می گوید 53 تن از قماندانی تعلیمات مشترک محاربوی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فارغ شدند. ریاست زراعت و مالداری ولایت لوگر می گوید امسال در حاصلات سیب در این ولایت افزایش به میان آمده است. شاروالی کابل می گوید در گذرهای اول و دوم ناحیه 17 کار کانکریت ریزی کوچه ها تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. در ولایت بلخ یک کودک به نام عدنان توسط نیروهای امنیتی از چنگ آدمربایان نجات یافت.